کجا بیده گیله؟ بله. کجا میگردی دستو کجا بیدی؟ جا من بیکار نمیگردم. سیه شفتلار او خود ببره تو ما بگشتم اول شفتلار. سیه گیله یک کاری گفهمیدی؟ کار کنم. همین تو تیز برو به درس نورالله. گفهمیدی؟ بگو از مو قلرانه خو یک دو تا بدین تا با نمازنگر. غلین؟ چرا غلین؟ دو تا غلین سرش اونا خوبیا به سرا بیا. چرا؟ خاطر که گیل لکسه که گوش کرد. همین شخصی که ما دختر خوب بده به تو. ماما نوروز زنگ زده بودن که ما میاییم. گفهمیدی؟ اگه اینا بیایه این فرشو تا خونی ما نگاه نکنه با خدا به چای خورده استاد نمیشم میره. برو حالا که ما میت غریبی هستیم اقتصاد مزایی پیچی نداره برو. خود زدم میدم من آدم نافهم بیعقلیم. زدم یک بار از من بپرسه ایستا فرشو ندیدن بگم اینم از همسایه. تو تارتو کال نامزادار کردن دیگه حالا عقل بیا سر جای بیای دیگه تا هوشیار شو. پسی که پا دم خانگار داری چی نگو دیگه. ما رو اونجا بیاب نکنی تو. اصلا تو از این دسترا بیرون شو با. تا اونا میرم برو تیز برو. گفتم تسرا شما رو ببینیم خود شما گپ بزنید. ما رو میبینم دیگه. از راه که نه میگم این فرشا که نمیرم چای خورده نمیرسه که هیچ چی ندارم دو تا فرش به تخونی مونه خلاص. اونا میگم بریم اون اتاق ببریم اونا. به دلیل اونا نه بگو پرده رو میواس کن. پرده ما. برو تو خیلی پیدا کن موقع پرده میگردم برو. همین میگم از زبر جمع کنیم خونه تیار کنه که نه کیلو چی ندارم بخونیم. پس ابا زنگ بگو دیرتر بیان که تا تیار کنیم. تا اونا بلچاش گفتم میام تا اونا بیام برو. پرده‌ای که با خونه ما نگردن از استقون گربه پیونده. خب پیدا میکنم حالا کامی تاس چیکار کنیم؟ بعد به قصه پرده شو بده. الهی در بگیره این زمانه دیگه اینه این غلفه این وای ایشتنه دیگر نمیام به محله بلکن که نوز با دار بشودم دیگر نمیام به محله دو زلفانت بود تاره دفافم دیگر نمیام به محله چی میخواهیم از این حال خرابم دیگر نمیام به محله مادر نیلیلون فقط میگیره سلام نیلیلا جان اشتر برا خیریت جانجور تیار هستی جانجور خیریت تیار هستی زنده باشی برا چه گپایه بیا که بریم چای بخوریم والده مادر شما همه خوبه همه شکر خوبم والده خوبه همه خوبم بیا که بریم چای بخوریم زنده باشی مادر شما اشتنه خوبم شکر تیار خوشحالم زنده باشی ایجی آقا دیگه خدا بیامرزه دیگه خدا بیامرزه عمر شما رو به خود دادم های از میتونه نصیبه برا مگارم بریم ایرای هست که مگارم بریم برا خوب زنده باشیم برا خیریت بود گیلک جو برا ما چیز از جریان ما با خبر نی هستی نه چی خبر دارم ما برا ممی قله بالا اگر راست بپرسید دختر ما نوروز ما هم به خیر خوشی بدادن دیگه خب گفتم دختر از شما نه فقط پیاریم دست خود بروی خود کشید به کی دادم دختر مامان نوروزه کی دختر مامان نوروزه به کی دادم های خب برار میگه دختر مامان نوروزه با دادم میگم به کی دادم دختر مامان نوروزه ما چی خبر دارم من متعیلم یا خونه دار گیلک جو تو میگه دختر مامان نوروزه با دادم دختر مامان نوروزه به کی دادم توی به ما بگو که ما بفهمم ما که خبر ندارم من کی نمجله تو گیلک خب دختر مامان نوروزه به کی میدم عباس برار ما کوانوزه دانی بوی شیر میده یکی هم او اردو پاخور به یک کش کرده که من ازمی دختر کاکام تیرش اصلا به من خیرات بدم دیگه نمام او که به کل صرف نظره آها پس مامان نوروز او غلط دختر خورمای به تو بده نه مایه نه بداده فقط گفته فاتح کرده فقط حالا مثل که میای امرون تالمازدگر میای تسرا مرسی کنه انا مادر ما گفتن که بره برو فرش بست دو تا فرش بدین که ما هم تا اتاق فرش کنه که اگه فرشو ما نبینه گردن و بند باشه عباس گفته چای هم نمیخوره میله برات خور خب پس ایت که معلوم میشه تو می به سر خسر خو کلا بری از زن کرده دو تا فرش میستوندی به تا خونه خودتون میکدی بیتر بودک فرشا خور آماده میکدی بعد از این زن میکدی برار خوبه گردون برار ما اونا نمام که تو همیشه اینا به دست ما بدی همین تالمازدگر باشه پس میاریم یعنی تو برات فرش به پیش میمدی نه به پیش مادر تو اومدم ما دیگه پا بره برو جو ازم رای که میدی پس حرکت کو برو چره
تو خود تو خبر داری که دختر محمدی نما زن خبر داری نیه که اگر خبر شه که من یک فرش تا خونه جمع نکردم مگر داشه برم تا ماچیت خوسم من خودی ازو گرفتم میتونو سم نمیشه پرشار بخرید بیا تا خونه تونو که باز اینا رو جمع کنم تو بودن که تو ببری نگار همین نشو کنی بیار پیش ما پرتاب کنی بابا کفا پا خسر من لمسته نه بخکل نیه کفا پا تو که بخکل پاک نگاه بکو اما 6 موتور به همون بنام کنم پاتون هم نمیکشه خود خود بگو تا شما تا خونه گوار را میری با فرشات برو من دست از اینا برو کسی به تو فرش نمیده کاکا جان خبر داری که پس همسایه داری به چیه؟ همسایه داری نگفتن که به تو فرش بدن که تو بری سر از این مرتکا کلا بگذاری کلا چیه؟ تو نون عمال نداری بکنی تو زن ما چه کار کنه؟ تو چی شما مردمی تو میکنی که مردم تاره؟ اصلا گناه مامان نوروزه که تو خبر نداره داستان تو اگه بیا از ما پرسان کنه که اثر تا پا داستان تو اختلاط کنم 100 لک روپیه بدی دختر خب تو نمیده خدا نیلیلاه گردن ما بند بشینیه همین تا استاد میشم یک کله به تا پینک تو نمیزنم خب یک کله میته به پینک تو میزنم که رنج تو گل شه که تو بری بگی که اینا ماشون گدا گدول اینا ماشون چیه گدا گدول نی گیلک اصلا همین تمام میفهمم داستان همین خبر دارم که دختر از از تو بی عقل تریه کورمای به تو بده بله اگه هوشیاری باشه که یک پا استاده شده که عظیمی بچی که کاکل زری ما باشم گیلک نم باشم چی شده گنم با آدم دیگه به این منطقه پیدا نمیشه که دختر از طور انتخاب کرده بله منطقه به تو گساله خور نمیده ساخته تو بگیره خدا نون عروسی من نمیخوری نمیایو شما بیا از آمال نون خوردن شما درک نداره با نون عروسی از کجا آوردین کلیف تو سه که بیا مدر فرش بیامدی که ما برم از زیر پا خودتونو کنم کنه رو عمل شو کنه با تو با برای چیزی بیا برو به خدا برکم فردا خونه خور بدم کدوم ماکینانه؟ منم خاله جان خوبی بخیرین شکر الحمدلله تیاری خوبی؟ شکر زنده باشین سلامت باشین بشناختیم خاله نه چه شناختم؟ عباس کی؟ عباس قصدینی؟ نه خاله جان عباس نمیشناسیم برار گیلک عباس بچه کینه؟ بچه لالومت گدیون خاله بشناختین خود چی مهینه نجو؟ بشناختین خود که من که صدا تا آشنا معلوم شد مشکشی پیش این مدر فیضه مگر 100 رقم آدرس خوبه تای بشناسه خاله جان جان خدا را شناخت نگردین خیره اما پردا خونی خور میدین تو با نمازگر با من با خاطری که با من میمون میایه شما کینی؟ گوش کشیم خاله جان ما عباسم برار گیلک بچه گلغوتای بشناختین چی مهینه نجو بگو بیشتر اقل 1 ساعت هم شما توضیح میده که من کینم باز نگه تو کینی مگیشه خود کار رو نه نجو گوش کشیم خب خیلی باشه خاله جان اما پردا خونه شما رو ماسته نگه می زمت بکشیم تو بچه کینی که من پردا خونه خونم دسته تو حالت که 1 ساعت میگم با خالم با میگه تو به چی کی هستی خاله جان من بچه شما رو من غلط کردم اشتباه کردم خداحافظ خوش آمدی نه نجو با بیلا یا برویم از این ولایت ما و تو آستا برو گیلک جو آستا برو آنه که تو که دست خیلی نمیدی برختم نیلیلا گفت ما چون زن ما اینا سب ما میشه بخریده چه کار فلانه شما بسر کلا میریم بچون کلا بچون خوشحال خور کلا میریم بچون ایت زن میگیریم آله یلدی نست نداد به تو خب بلا براد نورلا تای منطقه 1 در سرایه چه تو در سرایه؟ خب بگر در میسرا پیدا کده که خود تو کجا میری؟ خب من برات 2 تا پرده میگردونه که خونه پرده هم کنه داره پرده هم نداره تو اگه بگه دیگ هم کنی دیگ ما کسیه ما بزرا دیگ ببار نمیکنیم برو بپال پیدا که کار بکو دست خیلی نه تو اون خوندن کرده میای کو خودم تا اینا رو بیام شب رو پس برم سرا خو خوشی میام البته اینجا قلیل فریشکی دارم برو پیدا کو دیگه برو دخترکی دیسکوگک میزد به بازار شکر مرا کرده در به در دخترکی دیسکوگک کالا را سیاه میکرد خود را خوش نما میکرد کی بود؟
بله سلام علیکم مندن باشین. و علیکم. رشتنیم برو خیریت جان یه رتیار هستیم. چی مستی برو جو؟ زنده باشیم. خاله جان ببخشیم دیگه به جا آوردیم تقریبا. نه خور معرفی کن تو به پشت در چی میفهم کینی؟ صدا تو آشنای ها. گیلک نی؟ بله یا. خب. خاله جان من به خیر خوشی نمزادار شدم، تفریکی هم نمیدیم به من. تبریک باشه. زنده باشیم. من گفتم خاله جان مادر ما به شما سلام میگو، بعد از سلام گفت که نه برو به در سلام نه به جنا بگو که انا مثلا که مادر که جیر اگه دارم انا همین دو دونه فرش به ما بدیم ما تا نمازدار مندازیم تا خونه خونه انا که جیرم بیام آدن چیز انا پس فرشتا شما میان خاطر خسر میان سر کله مرسی میکنم. اشتن جان جیر خیدته. خب شما که خسر شما میایه به خونه خود که فرش هیچ چی نداریم. داریم خاله جان، گردن بند با شلنگ مرغ مرده پیونده. اونا را اگه خسر ما ببینه امکان داره که با نون و چای نسته که تا مستقیم پس بره دختر خودم از من فاتح کرده بستونه. خب آن یک دفعه ما همین فرشا خور بدیم. نه شما بریم من خودی گیلک گام میگرم بریم. تو سابه که با چی میگم اگه همین ما یک دفعه فرشا خور بدیم دفعه دیگه که با خونه شما بیایم باز از کی میستونی. همین ما میر به تو میگم. خب نه دیگه پول اخر ما تیر شه خاله جان. وقتی که پول اخر ما تیر شه دیگه باز دیگه نمیتونم گپ بزنم. خر شما پرتیشه. بله. خر شما پرتیشه. یعنی همین دفعه شما ما اینا رو گپ دیم که راهو بگیرم برام دفعه دیگه باز نه گیلک چی ما کوبا ما بدی. برات خیلی ناماده. مبارک باشه. خیلی ما چکو. سکو برات. خاله جان شما بره من خودی از گپ میگم. بگو گیلک. کجی جان برا سکو برا. ما و شما همسایه نیه. بله. خیر بینی. من نمزادار شدم. مبارک باشه. مونتو هله. مبارک. انال عباس مال بدید گفته که خسر تو زنگ زده که میایه که مار ببینه جا و جگا مار ببینه. فرسا من برا اگه راست بپوسی پست گربه مال پیوند کرده یه اونا را اگه ببینه نمیشه مینا تو نمازگر بدیم ما ببریم تا خوب اندازونی غرا کردگی نمازگر پس جمع میکنه اونا به تفرقون یا به سرشونه خب پس میانه در سر چون من نمیفهمم برو چی گپ یا که برات پرده یا که برات پیشتر مال پیش خوشی میام چون کی آمده بود گفت پرده ها خوب بده خوشی من نشناخته بود هم برفته بود خدا برات فرش آماده برات پرده ها پیشتر شاید خاله جان عباس با چی برار ما آماده باشه. آخه گیلک از اون قدیم و عدیم گفتم اول خونه پر ارزن کن دیون با فکر زن کن. شما ظرف ندارین، شما قیلین ندارین، شما پرده ندارین، شما زنی ما این چکار ها؟ برار همه بگیده ای نمیشه که عزیز را پرده بشتونی عزیز را قیلینی بشتونی به این رقم زن کردن نمیشه. اموالی نون صبح شوم شما درک نداره تو زنی می چکار خرج تو دیگه کس میده با توشت خرج زن جمع میکنی میدی ها غلک دارم مرگه غلک دارم برو کاکا برای کار خوب بگه ای نشده و نمیشه زن کرده دختر مسلمونه و بلا نندادی سبا روزی بیای هم قیلین تا خونه نداشته بشی که زن بیاری او به کجا میشونی با میای در سرا ما قیلین دو خود دوباره بدی برو کاکا برو دو ما خیلیت شدیم کنکا با دیشون مدت خو خلیفیتونه نه نیکه بدیم نمایی نه دختر مسلمونه به این دیونه بدم به بلا میفته گناه داره سکو برار خوبه گردم بله بچه مکجی راست میگه خود امال یعنی یک نیم ساعت بعد یک ساعت بعد به ما پلانه که بیمون بیایه بفهمیدی فرشا ما میتک فرشا خوبه نیه که تو ببری به درد تو بخوره از یک جاسنیک بینی داره که ما خود ببر بدختم به دست خو فقط با اتاق رو تنک کردی خلاص هم یک فرشی ما داریم اون با اتاق تنک کرده او فرشایی که به زیر پامون اونا کامون نمیدیای به درد نمیخوره به چی می خیر خاله جان باشه با هر وقت بخیر کجیر نسبت کنیم یه فرشا تا خانه ما رو ببریم سکنیشته احترامانه به تفرقون بگذارم اگه من بچه خورم نمزادار کنم اول کاری که بکنم خونی رو تیار میکنم فرش بزو میخرم پرده میخرم ظرف میخرم خونی رو آماده میکنم بعد از اون یرما به زن میدم برو نه این بای دختر مثل بونه ببید پچونگی بستونه بمید بمید بدهی بیا نه به سرا بیا خیر غمی ندارد گلگی اونه ایت بلد یک پیالی بلد هفته بی کنارا بی نه نمیدین چی جا قلینار بدی خاک بکلی گندی تو گدا گدول چی گدا گدول تو مدر کنی مدر تو نگدا هم آخر نشون خونی شما گشتی گلی برس میره زن نوی لوکا کای داخت شما برای رو بیاغله بگیره فرین کار کن اگه تو مدر تو برشی خو خبر کردم اسم من بگردم به خدا شیر فیلف کنه بیا با سرا بیا با قبرستان که خبر نمیکنه لوکا کای داغ با تو عروسی کنی نه نوا کنی داره دختر عمری عروس کردن راست میگی خوب گپ
رو شکستی آدم غریب هم قلب بالا بیدن امران که ما و شما نه بله ها خوبه دیگه برو صغیر هم بودن تلفکات من دختر خوب بدن دیگه چیکار میکردم خوب گپی مامان روز دختر برای عروس کردن هم بچه هم برای دومات کردن دیگه اگه شرایط مکان آدم برابر باشه نفر حل تبدیل آدم باشه خیش آدم مجبور دختر خور عروس کنه و چی خورم دومات کنه عجب کاری کردیم از این کار بیتر باور کنم دیشب بشنیدم خوشحال شدم امروز نمازدیگر نیاز داریم بخیر بریم بخونین و جای نورم سعی کنیم از خوب کنیم دیگه چی بگم دیگه خدا برابر کرد دیگه لالا راست میگن خوب گپیه یعنی تا حال جا مسکن نشون نکردین نه رفتیم تو شناختی تا دارین که میشناسیم اینا مردم خوبی هستن گیلک و عباس برا رو نمیشناسی از قلب پین که هسته من نمیشناسم نمیشناسی گفتن صغیر اما یعنی پیر مادر ندارم پیر مادر دارم پیر ندارم صحیح خوب گپیه مامان امروز دیگه بچه معتاد نباشه عملی نباشه سرکوچه نشین نباشه دیگه چی ما این که دختر خود ندیم برای دیگه خدای من بچه که بدیم بچه خوب و با اخلاقیه صحیحه دیگه مامان امروز دیگه هیچ گپی نیست دیگه جگان نورم گفتن نمازدیگر برای دیدن بکنیم سعی کنیم که چی رقم زندگی یعنی تو حال کلک نکندین فاتح بکردم و تخمین خود خوب فاتح کردم یک جواب های بتونه بدن دیگه صحیح خوبه کار خدمت ما یار باشه مامان امروز خداحافظ